گوار تسلیم شو. هجری؟ نترسانم. جنگاور رویت رو گردون. هم مردک رو تی طرف بگردون. هجری موازی؟ هجری موازین وجدان انسانی من 100% باوری داشتم. موازین این کادی مخفی نبود. موازین این هجری بود. هجری بدبخت این تو هستی. تو شغالی. تو شغال. ای دستگیر کنید او رو. جناب کمیسر از دخترم دور شود. مادر خانم چمن من از نام خودم از نام اهل خانوادم به شما تشکر میگویم. همین شما بوده که ما جنگاور رو دستگیر کردیم. تشکری زیاد. شما باور میکنی یا نه؟ جنگاور هجری ای بخدک هجری ای. هرگز نمیگذارم که دخترم با او خونه دار شود. خانم چمن من با او طرفش کار ندارم. کاری خودتونه. مادر چرا با من چنین کردی ها؟ چرا جنگاور رو به اینها فروختی؟ میبخشی دخترم. یعنی وقتی که دیدم که جنگاور هجری است کارها تغییر یافت. نمیگذارم که جنگاور دامادم شود. جناب هجری بای. جنگاور تمام شد. بازی تمام شد. فینال. میدونی چی؟ دستوتا خدا بشکنه. انسی سوراب جنگاور رو بره. فرهاد استاخه تا کفتی سر جنگاور کپت دود میکنه. بره گوشه اینجا. روش کرد کنی بیشتر. خانم چمن برای در پرته پیشی ماشین من بشین. وزیر من میام. ای دختر پای چمن التماس برای تران در پرته خفه ماشین من بشین. برادر زور باشین. نگاه نکی جنگاور. بدار گوشه تیز. مرا نپیسونه نیلو تا میکنم. عمل کرد بیداره. مرا منتظر کردی. تو اینجا چیکار میکنی؟ چیکار کنم تو را منتظرم. کنی بیا در برم شین. وای در را قلف کنی میگویم. بسیار دلگیر شدم. از صبح همه در آمد. خودت حالمان را دیدی کو؟ شد؟ بله شد. بیا کنی بیا. تو را بسیار یاد کردم. یا خدایا توبه. آخر الحال وقتی این است. زبید چیکار کرده باشد؟ باز خواب دیده است. انیق باز خواب دیده است. لبای زبید. هاتی دیوانه آیا میدونی که چی گپ شد؟ چی شده باشد با من؟ چی؟ آخر تو چرا در نصف شب زنگ زده مرا ناراحت میکنی ها؟ همکار جنایتکاری که دویم از خفایش بودیم اخیر دستگیرش کردیم.
آفرین زبید قندت رو زن. من پگاه هدیه‌ات رو میارم. خیر تو پگاه میبینی. باز خیر مایل. بچه نقش تلفن نمیپرسی که ما کی را دستگیر کردیم مراد؟ تمام زبید شد تمام. کی رو دستگیر کردی؟ زود بگو تلفن رو خاموش میکنم. همکار هجری را دستگیر کردیم. هجری را هجری رو دستگیر کردی؟ یافتی مراد هجری را. زبید تو عقلت رو خورده ای همکار؟ ها هجری رو چرا دستگیر میکنی؟ ها تو دیوانه هستی؟ چرا دستگیر کردی او را؟ آدم بیگناه رو چرا دستگیر میکنی؟ او را زود سردی به خانه‌اش رود. مراد تو نمیدونی این هجری بدبخت ما رو فریب کرده گشت است. چی گفتن میخواهی زبید؟ همکار موازین کدی مخفی نبوده است. موازین هجری بوده است. هجری جنگاور بوده است. جنگاور. همین را باوری داری؟ چی؟ هجری جنگاور بوده است؟ سفسطه نگو زبید. کنی زود هجری را رها کن رود. فهمیدی؟ زود باش. زودتر باش. زود باش. واجد ما با شعبه امنیت میریم جورا. تو هم بیا این روزی تاریخی رو قید میکنی. تستر بیا اگر خواهش داشته باشی. یه بچه هولم نرفتی؟ الو زبید الو زبید. وای جنگاور هجری بود است یو؟ باید هجری را خلاص کنم. باید زود هجری را خلاص کنم. زهرا جنگاور هجری بود است. خیر تو هم کیلس بوده ای. دیگر هیچ چیز مرا حیران نمیکند. باید هجری را نجات دهم. شوی جانم تو رو هجری را خلاص کن. من منتظر میشم. آخر زیو من بسیار گرسنه شدم. وقتی برگشتنت برای من شربتی شلغم و شاورما گرفته بیار. شاورما؟ شد تمام دوست داشتم. از این طرف از تیریزه. تلفنم را فراموش کردم. خیر میبینی با تو زنگ میزنم. تمام زیا شاورما رو فراموش نکن. قربانی چشمونت شوم. شد جانم. سازی جنگاور ایتا خبشیشتای زور دستگیرت کردم. همه جنگاور میترسنده که من زور دستگیرش کردم. خانم چمن اگه بسیار بی‌عدالتی میشه که من فقط خدمت تعریف کنم. در قبیله جنگاور شما بسیار سمی خوب گذاشتین. خواهش میکنم کمیسر زبان. تنها یک خواهش دارم. با دخترم خونه‌دار نشود. من دیگر هیچ چیزی نمیخواهم. پروا نکن خانم چمن جان. کمی کم 20 سال میشینه پشت پنجره. از پنجره داری نگاه با دو چشمانی سیاه. گورو سوختگی میدونی؟ هجری رو اصلا فراموش نمیکنم. اصلا. شاگرد آمد. هجری چی گپ است اینجا؟ مراد التماس هجری ام رو خلاص کن. همکار تو چرا دست هجری رو بسته ای؟ دیوانه شده ای؟ همکار سفسطه نگو. چه خیر هجری این جنگاوره با دستی خودم قپیدمش. نمیبینی مگر؟ تو دیوانه شده ای. زود دستان هجری را کشو. چه جنگاور نیست؟ کوری مگر؟ نمیبینی جنگاوره؟ این خاله چمن شاهده. گبز چمنگل؟ من با گوشهای خودم شنیدم. وقتی با دخترم گپ میزد من جنگاورم گفت. خطا شنیده ای مادر جان. من این خیل گپ رو باید ندارم. دیدی؟ انا دیدی زبید؟ اینجا چی نافهمیه شده است. کنه کشا. کنه دستان هجری را آزاد کن زودتر. چون که در دستت یگان دلیل نیست. شاهدی خانم چمن حقیقت ندارد. فهمیدی؟ چون که خانم چمن خانه‌دار شدن آنها را نمیخواد. از این رو دروغ میگوید تا که هجری و صنم خانه‌دار نشوند. آنها را جدا کردن میخواهد. بله به این هم مادرم همیشه دروغ میگوید. چرا دروغ میگفتم جانم؟ آخر هر دویتون بین هم گفتگو داشتید کو در اون جایی که بودیم. چی گفتگو داشتیم؟ هجری جنگاور نیست. فهمیدی؟ چه خیلی جنگاور نیست نه؟ برادرم تو جنگاور نیستی؟ مردک باشو راست گپ زن. کنی هجری جنگاور نبودنت رو بگوی از اینجا زودتر رویم. کجا نگاه داری؟ هجری کنی برادر زیبایم با کمیسر زبید جنگاور نبودنت را بگوی. کنی بگو هجری. البته چی لازم است بگفتن؟ چون که او هم میدوند که جنگاور نیست. آخر همین خیلی هجری گپ زن. هجری گپ زن. آخر
کنه زبید کلید را با من بیده گفتم کلید را وجدانیستانیم کلیت با یگو کس نمیتیم رکام نیست الا خاموش بیده میگویم نمیتم سرت مرا انا کلید را یافتم بین یافتم هجری بیا برادر زیبایم دستانت ها دراز کن کشایم ای آخر کمیسر زبید اینجا چی گپ هسته؟ آخر شما این رو دستگیر کردید که یگون کار کنید نه مادر جان جنگاور رو دستگیر نکردند دلیل ها ناکافی است هجری نگفته است که او جنگاور است چه خیلی دلیل ها ناکافی بوده است به این هم یگون کس جنایتکار بودنش رو قبول نمی کند سفسطه هستین از برای خدا جناب زبید کاری کنید نمرود اگر نروشنیکای دستش کشوی او رو رها کنی تو هم همچون اشتراکی در جنایت میشوی من این خیلی کار رو نمیبخشم او رو آزاد کرده نمیتوانیم نه چی ها گفته ایستاده ای تو یا خدایا توبه این جنگاور نیست هجری است برادر من هجری است هجری کنه برادرم دستانت ها دراز کن کشویم زود باش نمیکنم های چرا دراز نمیکنی کنی دراز کن دستت را جنگاور هرگز دروغ نگفته بود و نخواهد گفت کمیسر زبید جنگاور منم میدونستم آی چرخا فلک مرا بچرخ آوردی جنگاور قپیدم بشو بچه آوردم وجدانیستانی من میدونستم موازین یگان کدی مخفی نبود موازین تو بودی با تشبوسی خودم دستگیرت کردم خودم تعقیبت کردم کم کم خاله چمان یاردم داد نکی 100% خودم خپیدمش چیکار کردی تو هجری چیکار کردی مرا ببخشید استاد دروغ گفته نمیتوانم هجری این کارو چه خیلی با من روا دیدی ها سنم معذرت میخواهم جنگاور اصلا دروغ گفته نمیتواند یا خدای شکر بی اندازه به تو نهایت از هجری جانم خلاص شد کم 20 سال میشینه 2 ماهیگه در 13 اوه در 80 سالگی ببرد نبروی بابوی هجریت میگن باب یک دقیقه چی خیلی 20 سال ها چیکار کرده است آدم کشته است مگر زیاد 2 سال چی 2 سال خوب شد که 20 سال نه عشقم تو پروا نکن من تو رو 2 سال منتظر میشوم 2 سال 2 سال 2 سال میگوی کم 20 سال میشینم سفسطه نگو من حقوق را میدونم زیاد 2 سال 20 سال 2 سال میشیند 20 سال گفتم 20 سال من خوب میدونم بین آدم زیاد 2 سال میدهند 20 سال 2 سال زیادتر شیند چیگه پس اینجا جنگیلموی سردارم من جنگاور را خپیدم مراد ایزاشم میگه که جنگاور نیست اگر آزی خودش میخپید میگفت جنگاوره اینه بی جنگاور خاموشیش در کرسلا هجری تو چه میگویی زبید هجری چه خیلی جنگاور سردارم این جنگاور است همه آدم ها او رو دیدن قسم میخورم که جنگاور است در روی کارش قپیدمش در مکان حادثه او رو دستگیر کردم آخی مراد این درست است متاسفانه سردارم هجری بخیر اجاد خیلی موسیقی بیگناه نگیر بفرمایید جناب در حقیقت جنگاور تو هستی هجری بله مدیر من هستم جنگاور برادری من است برادری با جان و دل برابرم مقصدی ما تو رو دستگیر کردن محکم کردن نبود تو تا این وقت بیهوده از ما گریخته میگشتی پسرم ما تنها با تو شناس شدن میخواستیم وگرنه وظیفه ما تو رو تعقیب کردن و دستگیر کردن نبود یه چی گیلم تو چی گفته است های؟ چی که به خودشی آدم جنایت کاره سالهای زیاد مدت 10 سال قفلش تعقیب کردیم نو قبیدیم جنایت کاره بس کن زبید جنگاور قهرمانی ما است جنگاور دوست مظلومان و دشمن ظالمان است
جنگاور نجات کار افتادگان و بیچارگان است. جنگاور قهرمان خلق است. این قهرمان اساسی مایم که اکفاش 2 سال دویدم و قفیدم. یه مردم شما چیکار کرده شده؟ وجدانی سال مگر من شما زیدونی نکنه خدمت دار نمیکشم. من جنگاور قفیدم شما باید من قهرمان خلق بده. من خونه چمنم باید شما قهرمان بده. تشکر سردارم. چه خیلی تشکر. هیجری بس کن این خاکساری را. اکنون تو قهرمانی مایی. قربانی آن ماهی نقابت شود. برادرم، جانی من، در حال دستان جنگاور را کشا. ولی جنگاور بخششی زیاد برادر، همش عیب قرباقه لولگی شد فروشه. اما گفته بود که تو دشمنی من، اما را باور کردم و تو را دستگیر کردم. ای من خفه نیستی آخی؟ این خیلی می شود کمیسر زوباید. جنگاور، من هم قربان آن ماهی پیشانی تو شوم. بیا پیشونی یک بوسه کنم. قهر نکنی باز. فهمیدی؟ ما با تو دوست هستیم. راضی؟ ای از برای خودو اینجا چی گپ است؟ کنی یگون کس با من فهموند؟ چی شد مادر جان؟ کمی پیش میخندیدی کو؟ ببین اکنون وقتی خندیدنی ما است. همین خانم چما تو مرا زنگ نمیزدیم، همین جنگاور نمیخویدم، شرمنده شدیم. چه مینوشی سپارش دیم جنگاور برادرم؟ سردارم شما رو زحمت نمیدیم رحمت. چخیل زحمت؟ آخر تو مهمانی مایی چخیل بشود؟ خیر مدامی که این خیل باشد یک لیمون چایتون رو مینوشم. زباید پسرم، دویده 2 چای بیار، یک تاش 3 رنگ باشد. مالی جنگینمو. زباید برای من قهوه تلخ بیار، شیرین نباشد. کنه جان یکا زود باش. برای من هم یک قهوه عادی بیار. چای؟ خیر مدامی که این خیل هست من هم یک قهوه با شیر می نوشم. تشکر. معلوم شد که جنگاور تو بوده یا؟ بسیار خرسند شدم که جنگاور تو هستی. تو بچه با ایمان، راستقول، خوشکار، جسور. در حقیقت با تو بر این قهرمان احتیاج داریم. رحمت زبای جان، آب همراهش نآوردی ولی هیچ گپی نیست. از این پس در عملیات ها میخوام که تو هم با ما باشی جنگاور. تشکر زیاد سردارم. با سری بلند در خدمت تشکیلات امنیت هستم. در همینجا بشین. زباید میخوام که تو هم دانی از این پس جنگاور برادرمون با ما کار میکند. در تشکیلات امنیت قطیمون کار میکند؟ یعنی؟ بله این خیلی میگویم. کمیسر مراد و جنگاور در عملیات های مهم یک جای میشوند. تو باشه با آنها یاری میرسانی. 100% فهمیدم. البته سردارم یوری میکنیم. اگر من یوردم نکنم این دکسه یودای کار نمیبارویم. برای این خیلی امکانیت رو با من دادنتون خدا از شما راضی باشد سردارم. هیچ گپ نیجری، تو با ما هدیه خدایی. اکنون برای یک جای شدن ما یگان مشکلی نمونده است سنم جان؟ خیر مدامی که جنگاور بودنی تو رو دانستند و محبس نکردم، پس میتوانی جنگاور باشی هجری. برای این خیلی داماد داشتنتون باید شما خرسند شوید خانم چمن. دل ممی خانم چمن در میسوزه. شما جنگاور سنم چکیر را به تأثیری یگان نفری به مجبوری با خواهش خودتان بزنی قبول میکنید؟ کنی نگو پسرم. بله. مبارک شما. فراموش نکنم ناگفته نماند شخصیت جنگاور سری دولتی است و نفرانی که در اینجا هستند این معلومات را به هیچ کس نمیگویند. بله سردارم، این گپ همینجا میمونند. من یگان کس نمیگم، راستی خبرکش نیستم. این بینمان سری خوردکه که هست مدیر پروا نکنید، به هیچ کس نمیگویم. ای به چه حال گرفتار شدم. این خیل باشد مصلحت همین.
سردارم برای همش تشکر میگویم. چای را هم نوشیدیم. دیگر شما را غم ندهیم میگویم. با اجازت شما خیزیم. استغفرالله هجری هیچ گپ که نیست. جنگاور بزن. مایلش. از این پس یک جایی هستیم. مایلش. مبارک شد دختر زیبا. خوشبختی میخواهم. تشکر زیاد. شام بخیر خانم چمن. شام بخیر. مایل سردار. هجری شام بخیر برادرم. شام بخیر استاد. بله بچه ها، از این پس بسیار پرقوت هستیم. خیلی نباشد از این پس جنگاور با ماست. بله سردارم، از این پس هیچ کس ما رو مغلوب کرده نمیتواند. جنگاور و من در میدان هستیم. از همین ساعت پس جنایتکارها از ما میترسند سردارم. زوبید و جنگاور، یا که جنگاور و زوبید شاه، دو کسی یک بربره میشکنیم. اکو در نقش اساسی مایم. همکار شیطانگری نکن، این به تو نمیزیبد. مرا گوش کن همکار. به خدا ما جنگاور را دویم دوست میداشتم. نکه دوست داریم هیچ کس خبردار نبود. انا که وقت شیرازی در پیش جنگیلموی گفتم. بس کن افسانه خوانی را. تو را دیدم شیطان. تو مثل خمیلیون زود زود رنگت را عوض میکنی. این میخدی در دهنت میزنم، 7 جوی دهنت میشکنه حیوان. بیا. سردارم، این حجت ها نو از سمت استخبارات آمد. شد، میتوانی روی. اطاعت. سردارم بخیر است. هر دویشان زنده بودند. هر دویش کیست؟ کلتکیلس و زهرا. چی؟ یودی سر بینای. من میدونستم سردارم. گفته بودم کو با تو 100 بار گفته بودم. یگان کس مرا باور نمیکرد. من گفته بودم عجایبی کره بینن. این چه خیلی کار است همکار؟ خبر جنگاور بودن هجری ما رو کم بشو کاور که باز زنده بودن زورا و کلرس رو میفهمیم. اما من با تو گفته بودم. من گفته بودم. فهمیدی برادرم؟ این دختر نقابدار زورا شانلی قهرمان باشد کرده کلرس است. اما مراد همکار تو هیچ وقت با من باور نمیکردی. بای جنگیلمو میگه که برای 2 نفر به قب بیو. یک چه با یک عذاب قبیدم در یک لحظه جوابش داد برفت. عجب میگویم که در این کار جنگاور با ما کمک میکرده باشد. یک سوال بیخلانه دادم که هجری با ما چه خیلی یاردم میکرده باشد. آخر کرتکرس استاد جونیش بود. هجری هیچ وقت استادش کرتکرس و قبیله به ما نمیدید. عجایب کار همیه که او دو بدبخت پوستای روشون علیش کرده. ما چه خیلی ورا بشناسیم. بنی کرتکرس قوپای دراز بود. اگر مایدش نکرده باشه من 100% میشناسم شمورا جورا. همکار چی بهت گپ نمیزنی؟ ای امنیت تا میجره دهان تا نک شدی تینجیه؟ چی بلا داری؟ ها؟ خوب هستی؟ من به تو چی گویم زبید؟ ها؟ چی گویم؟ یا خدایا توبه. تو ما در یگان گپ نزن. این عملیات خودم حل میکنم. یگان پرابلم نیست. همکار برا دیری بچید. برا در خورت استراحت کن. مایلی جورا برا تیز. شبی خوش. رحمت. چیکار میکنیم اکنون؟ ما نو یک دیگر رو یافتیم. باز این از کجا برآمد؟ برادرم دیری بد شد نمیره. شبی خوش. پلیس نباید ما را دستگیر کند وگرنه هر دویمان را محبس میکنند. برات چی شد؟ نشنیدم تو را. برادر نمیشنوی چون که گوشت اینجا عقل در دیگر جای است. میگویم که دیر شده است. تو خانه و در نداری. رو به خانه راحت دراز کش و خیر. شد میروم. خانه‌تان را نخوردیم که. خیر شبی خوش. مالی شبی خوش. تیز و همکار گفتم که میروم. ولم نرفته. برا تیز. صدایت را بالا نکن که قرتوق جفت میکنم. مالی برادر برا گمشه. بین حالو هم گپ میزند. رفتم جان یکه. برا گمشه. شغاله. مگر من نمیدونم که تو اینجا برای دیدن زینب آمده یا؟ تو سر اگر در پشت در زینب خلاور نیستم نامی من زباید نه.
من حاضر به زهرا چخیل میگویم که پلیس از پس هر دویمون است. ها اوف اوف. خیر بسم الله الرحمن الرحیم. چیکار کردی؟ هیجری رو خلاص کردی؟ خلاص کردم جانم. دوست داشته قهرمانی من. خیر شاورمای گفته من در کجاست؟ آخر باورم نمیآیده. مگر فراموش کردی؟ چی شد زیا؟ چیزی شده است؟ زهرا چی شد زیا؟ پلیس میداند که هر دویمان زنده ایم. زبید از پسمان است. باید بسیار با دقت باشیم جانم، بسیار. چی؟ Kalta kelasi خوب بود. بیدار شو. Kalta kelas. صبح بخیر زیا. صبح بخیر زهرایم. بعد پدرت چیکار کرد؟ نقل کنم. بابایم